بسم الله الرحمن الرحيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. بحث تبوک و غزوه تبوک هست. در غزوه تبوک کسانی که همراهی نکردند و پشت سر ماندند چند گروه بودند. یک گروه منافقین که بخشی از سوره اختصاص به اونها داشت و دارد، درباره اونها الله تعالی صحبت می کند که اینها ایمان ندارند. انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. تا دم موت هم بر همین کفر ماندند. گروه دوم گروه مؤمنین مخلصینی که این مخلصین توان نداشتند، توان مالی نداشتند، بضاعت مالی نداشتند، شطوری که سوار بشن بر او، مرکبی که بر او مرکب سوار بشند هم نداشتند. آمدند خدمت رسول الله وقتی رسول الله میخواست حرکت بکنه، آمدند و چشمهایشون اشکبار شد که نمیتوانند شرکت کنند. آمدند از رسول الله سواری بخواهند، شما به ما یه سواری بده ما بیاییم. رسول الله هم نداشت که به اونها بده، لذا اینها برگشتند، با چشمانی اشکبار برگشتند. اینها را خدای تعالی هم استثناء میفرماید. گروه سوم اون مسلمانانی که تخلف کردند، یعنی توانایی داشتند ولی تخلف کردند. اینهایی که تخلف کردند باز اینا به دو بخش تقسیم می شوند. گروه اول کسانی که فوراً توبه کردند، یعنی پیامبر خدا وقتی که برگشت اینها رفتن خودشون را به ستونها بستند، ستونهای مسجد النبی، و گفتند یا اینکه الله عزوجل توبه ما را قبول بکند، اشتباه ما را بپذیرد و از ما بگذرد، و یا اینکه اینجا بمیریم. تا اینکه الله عزوجل از اونها درگذر فرمود. در همین آیه ذکر هست که و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان یتوب علیهم. و گروه دوم از این متخلفین مسلمان اونهایی بودند که هم عذری نداشتند ولی فوراً توبه نکردند. اونها آمدن گفتند که هرچی رسول الله تصمیم بگیرد. رسول الله تصمیم گرفتند که با اونها مدتی گفتن شما منتظر باش تا فیصله خدا بشه. بعدا دستور دادن با اینها قطع رابطه بشه، هیچ که با اینها صحبت نکنه، حتی اهل و عیالشان، نزدیکترین افرادشان. اینا تحریم شدند. هرچی که میگذشت بر اینها سختتر میشد. اینها زار زار گریه میکردند، داد و فریاد میکردند به محضر پروردگار، تا اینکه 50 روز طول کشید. توبه اینها بالاخره پذیرفته شد. این گروه ذکر میشن. به همین خاطر این سوره را سوره توبه میگویند، چون بحث توبه این هست. لذا اینجا همون گروه اول که منافقین باشند. و جاء المعذرون. معذرون بهترین ترجمه اینه که بگه بهانه کنندگان، بهانه باز، به اصطلاح بهانه کننده. عذر نداشت ولی برای خودش تکلفاً عذر درست کرد. بله، آمدن از اعرابی ها
بادیه نشین ها از اعراب لیؤذن لهم، تا که به اونها اجازه بده. و قعد الذین کذبوا الله و رسوله، نشستن کسانی که با خدا و رسولش دروغ گفتند، چون اینها عذرهایشون عذرهای دروغین بود. اگر گفتن ما نداریم هم دروغ می گفتند، اگر گفتند ما فلان مشکل را داریم هم دروغ گفتند. کسانی که بهانه بیارند، اگر پیامبر متوجه نشود، خدا که میدونه، عالم الغیب میداند. الله تعالی می فرماید سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم، ان قریب میرسد به آنهایی که کفر کردند از این قشر و گروه عذاب دردناک میرسد. این منافقین هستند. اما عرض کردم گروه دوم مخلصینی که بضاعت مالی نداشتند، توانی نداشتند. الله عزوجل اعذار اینها را، عذرهای اینها را ذکر میفرماید، اینها را مژده میده. اینا استثناء است. لیس علی الضعفاء، نیست بر ضعیفان، ولا علی المرضى، و نه بر مریضان، ولا علی الذین لا یجدون، و همچنین نیست بر آنهایی، بر آن فقراء و آن مستمندانی که لا یجدون ما ینفقون حرج، نمیابند آنچه که در راه جهاد خرج کنند، برای اونها هیچ حرجی نیست. حرج فی القعود، حرجی در نشستن نیست. کسانی که ندارند، زاد و توشه ندارند. اذا نصحوا لله و رسوله، وقتی که اینها خیرخواه خدا و رسول باشند، یعنی برای دین خدا خیرخواهند، مبلغند، مدافعند. بس کسی معلوم میشه از این آیه که کسی اگر توفیق بر یک کاری ندارد، سعی کند در جای دیگه جبران کند. اگر توفیق نداره که به جهاد شرکت بکند، تبلیغ کند برای جهاد. اونایی که توفیق دارن اونها را آماده کند، مبلغ باشد. اگر توفیق ندارد، چون پول ندارد که صدقه بده، لذا دیگران را بگه که بدهند. الدال علی الخیر کفاعله، اشاره پروردگار هست که خودشون نمیتوانه، حرجی نیست. ولی اذا نصحوا لله و رسوله، هر کاری را که نمیتوانی سعی کن جبران کن. برادرت غنی هست، شما ندارید، اون غنی زکات میده، اون غنی صدقه میده، اون کلی داره چیکار میکنه؟ اجر کسب میکنه. شما هم جبران کن. شما در کنارش یا تبلیغ بکن برای صدقه دادن، یا اینکه ذکر خدا بکن، عبادت بکن، بالاخره به وسیله چیزی دیگه جبران کن. برداشت اینه که اذا نصحوا لله و رسوله، این از کنم که بیانگر این مطلب است که اون نتوانستن خودشون را با یک خیرخواهی دیگر، با یک اقدام مثبت دیگر چیکار میکنند؟ جبران میکنند. لذا الله می فرماید اذا نصحوا لله و رسوله، هرگاه نسبت به خدا یعنی دین خدا و رسول خدا از خود خیرخواهی نشان میدهند، ما علی المحسنین من سبیل، بر چنین مخلصین هیچ الزامی نیست، هیچ ملامتی نیست. چنین کسان اینها در مقابل منافقین هستند، لذا اینا مخلصین میشن. والله غفور رحیم، خداوند عزوجل برای اینها بخشاینده و مهربان است. اینایی که مریضند، توانایی ندارند، بر اینها هم حرج نیست، و همونهایی که توانایی مالی ندارند. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، همچنین ملامتی نیست، سبیلی نیست، الزامی نیست بر آنهایی که اذا ما اتوک، زمانی که پیش شما می آیند، لتحملهم، تاکه اونها را حمل کنی، اونها را بر سواری سوار کنی. اما وقتی که خدمت شما می آیند، قلت لا اجد ما احملكم علی، شما می گویید من نمیابم آنچه که شما را حمل کنم و شما را بر اون سوار کنم، یعنی سواری پیش من هم نیست. این افراد از بس که مخلصند، از بس که دردشون میاد به خاطر شرکت نکردن، تولوا
و اعینهم تفیض من الدمع، اینها برمیگردن در حالی که چشمایشون جاری میشه از اشک. چرا گریه میکنه؟ چشمشون اشکبار میشه. حزنا الا یجدوا ما ینفقون، غمگین هست، پریشان هست از اینکه نمییابد اون چه که خرج کند، نمییابد در راه خدا مصرف کند. در این معرکه در کنار شما هم رکاب شما بشه، از این ناراحت است، از این جوش میزند. لذا بر اینها هم الزامی نیست، اینها را هم عتاب نکنید، اینها را هم سرزنش نکنید. راه عتاب برای چه کسی است؟ انما السبیل بالمعاتبه. راه عتاب، راه ملامت، انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، جز این نیست که ملامت بر آنهایی هست که از شما اجازه میگیرند در حالی که غنیند، توانگرند، توانایی مالی دارند، همه نوع توانایی جسمی مالی دارند، اما اینها نمیان، دروغ میگن، بهانه میکنند. چرا؟ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، اینها راضی هستند که بشینند، بمانند همراه با اون زنهای خانه نشین، زنهایی که پشت سر ماندن. و طبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون، علت حرمان الهی، محرومیتی که خدا برای اونها آورده، مهر جباریت، خدا بر دلهای اونها مهر زده، پس اونها نمیدانند. درباره اینها خداوند تعالی پیشگویی میفرماید که ای پیامبر وقتی که شما برگردید اینها با چه عذرهای پیش شما می آیند. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم، هرگاه بر می گردید شما به سوی اونها، هرگاه به مدینه تشریف می آورید، یعتذرون الیکم، اینها عذر را پیش می کنند به سوی شما، عذر عرضه می کنند. اذا رجعتم الیهم، هرگاه شما به اونها برگردید، از تبوک که برگردید عذر می آورند، به اونها بگو اون وقتی که آوردن بهانه و عذر، قل لا تعتذروا، بگو لا تعتذر، عذر نیارید، بهانه نیارید، بهانه نکنید. لن نؤمن لكم یعنی لن نصدقكم، ما هرگز شما را تایید نمی کنیم، حرفای شما مورد تایید نیست، اینها موجه نیست به ما. خداوند قبلا گفته شما چرا نیامدید؟ قد نبأنا الله من اخباركم، الله عزوجل به ما خبر داده اخبار شما را، لذا خدا به ما گفته. و سیر الله عملكم و رسوله، ان قریب الله نشان میدش عمل شما را، میبیند خداوند عمل شما را و رسولش میبیند، رسول خدا هم اعمال شما را میبیند. حالا اینجا بحث اینه که رسول الله صلی الله علیه وسلم که اعمال را میبیند، آیا رسول الله از اعمال امت خبر دارد که میبیند؟ بسیاری از این آیه و یه روایتی هست برداشت منفی میکنند. در اون روایت هم هست که تمام اعمال امت من بر من عرضه می شود، تعرض علی اعمالکم حسنها و سیئها، اعمال خوب و بد بر من عرضه میشه. بر اساس همین بعضی ها استدلال میکنن بر این که رسول الله صلی الله علیه وسلم از اعمال امت خودش خبر دارد و به نوعی کم کم میخزند و میخوان بگن که پیغمبر عالم غیب هم هست. اما عرض کنم خدمت شما، اون چی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم از اعمال عرضه میشه اعمال اجمالی هست، نه اعمال تفصیلی. این عمل عبدالله، این احمد، این محمود، فلان این کار کرد، چنین چیزی نیست. ببین کلمات حدیث عرضت علی اعمال امتی حسنها و سیئها، اعمال امت من بر من عرضه شد، هم خوبش هم بدش. فوجدت فی محاسن اعمالها، در اون اعمال خوب من وقتی که بررسی کردم همه نوع اعمال بود، اونجا دیدم و یافتم الاذى یمات عن الطریق،
حتی یه مزاحمی که در راه هست، در مسیر هست، در مسیر مردم، یکی از افراد امت می آید، همین مزاحم را بر می دارد، این سنگ را دور می کند، این مانع راه را دور می کند، این جزء اعمال حسنه برایش نوشته میشه. و وجدت فی مساوی اعمالها النخاع، و اعمال بدی که انجام میدهند در اون اعمال سیئ و بد من دیدم که النخاع تکون فی المسجد ولا تدفن. رد میشه، میبینه که کسی اینجا نخاعی انداخته، آب دهان انداخته، بلا نسبت آب بینی انداخته، رد میشه، اون دفنش نمیکنه، پاکش نمیکنه. این جزء اعمال سیئ، یعنی بی‌توجهی کردن، بی‌توجه بودن به مسجد، به نظافت مسجد، که اینها را انسان بسیار معمولی میپندارد، اما این عمل ناشایستی هست، نامناسبی هست. پس منظور آن حضرت صلی الله علیه و سلم اینکه اعمال عرضه میشوند اجمال هست، کلی هست، و در واقع اون اعمالی که باعث اجرند، اون اعمالی که باعث وزرند، اینها را آن حضرت صلی الله علیه و سلم خواستند معرفی کنند. و الا اینکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نسبت به تک تک اعمال خبر داشته باشه، اصلا چنین چیزی نیامده و عکس این آمده. اون روایت معروف است که وقتی که یک گروهی را میبرم به سمت جهنم، من میگم اصحابی اصحابی، اینا یاران من هستند، میگویند که تو نمیدانی بعد از تو چی کردند. اشاره به ارتداد بعضی مرتدین است. اون وقت من خواهم گفت همان گونه که سیدنا عیسی گفته و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم. منظور اینه که بعد از رحلت از احوال امت خبر ندارم. پس این مربوط به این اعمال هست. ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده. اما اینجا درباره منافقین که آمده و سیر الله عملکم و رسوله، این منافقینی که در حیات رسول الله بودند، خدا نگاه میکنه و رسولش نگاه میکنه که شما منافقین آیا توبه میکنید یا نمیکنید، آیا بر میگردید به سوی خدا یا بر نمیگردید. ابن کثیر همین نوشته سیر الله عملکم و رسوله اتتوبون من نفاقکم ام تقیمون علیه. پس اینجا به معنی حاضر و ناظر نیست، به معنی عالم غیب نیست، به معنی از تمام اعمال با خبر بودن نیست. ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده، سپس شما برمیگردید در محضر اون ذاتی که هم داننده مخفی های شماست و هم داننده ماحضر شماست، هم از غیب میداند هم از مشاهد میداند. فینبئکم بما کنتم تعملون، او به شما خبر میده اون چی که شما عمل میکردید، تمام اعمال را به شما خبر میده. سیحلفون، بازم پیشگویی هست. وقتی که شما برمیگردید ای رسول مکرم از تبوک برمیگردید، اینا میان سوگند میخورند، سوگند دروغین، تا که شما به اینها تعرض نکنید، از اینها اعراض کنید، از اینها روی گردانی کنید. سیحلفون بالله لکم اذا انقلبتم الیهم، وقتی که برمیگردید به خدا سوگند میخورند. چرا؟ به خدا لتعرضوا عنهم، تا از اونها اعراض کنی، یعنی ملامتشون نکنی. فاعرضوا عنهم، یعنی اونها را بگذار برای خدا، بیشتر عتاب نکن، بیشتر ملامت نکن. انهم رجس، اینا نجسند، اینا گندند. ببین این نجاست شرکشون هست. همین آیه وقتی که نازل شد اونجا شما خواندید، اون گروه از منافقین که جلاس ابن سوید هم بود گفتن اینطور که ایشون میگه ما از الاغ هم بدتریم، مسخره کردند و خندیدن. انهم رجس و مأواهم جهنم، جایگاهشون جهنم است، جزاء بما كانوا یکسبون. این جزای هست، جزا یعنی کیفر اعمالشون هست به سبب عملکرد خودشون. خدا بر اونها ظلم نمیکنه، عملکرد کفر و نفاق هست که جزایشون جهنم هست. و بعد الله تعالی می فرماید بعضی از اینها سوگند میخورند که شما راضی بشید. خب
پیغمبر عالم غیب نیست، گاهی قانع میشه. خدا میفرماید اگر قانع بشی راضی بشی، خدا که راضی نمیشه، خدا عالم غیب است. یحلفون لکم لترضوا عنهم، برای شما سوگند یاد میکنند تا که شما خوشنود باشید، راضی باشید از آنان. فإن ترضوا عنهم، اگر شما راضی باشید، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقین، همانا الله راضی نمیشه، خوشنود نمیشه از قوم فاسق، از قوم که از طاعت خدا خارجه، فرمان خدا را به جا نمیاره، جهاد نمیکنه. و بعد الله عزوجل در ادامه سرزنش های و عتاب های سختی بر این دسته از اعراب، این دیهاتی ها و بادیه نشین های متخلف ذکر می فرماید. الله تعالی می فرماید اینها بیچارگیشون به دلیل چند مریضی هست، یکی مریضی کفر، یکی مریضی نفاق، سوم مریضی جهل. لذا تلاش هم نمی کنند که علم حاصل بکنند. جهل انسان را به سمت کفر میبره، به همین خاطر علم فرضه. علم فرض هست بر هر بالاخره مرد و زن مسلمان، به اندازه که انسان دین را، ایمان را، ضروریات دین را، توحید را، قیامت را، رسالت را بفهمه، درک بکنه، تا این اندازه برای همه علم فرضه، هیچ کسی معذور نیست. لذا الله تعالی می فرماید الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اعراب از نظر کفر و نفاق سرسخت ترین هستند. اینها وقتی که وارد این فاز کفر و نفاق میشن از همه جلو هستند. و اجدروا الا یعلموا حدود ما انزل الله علی رسوله، اینها سزاوارتر و لایقترند اینکه ندانند حدود آنچه که خدا نازل فرموده بر رسولش، یعنی نسبت به آیات جاهلند، سزاوارترند چون برای علم تلاش نمی کنند. لذا مردم روستا در خطر بیشتر هستند، در خطر بیدینی، در خطر نفاق. اگر برای خودشون فکری نکنند، اگر برنامه ریزی برای یادگیری علم و سواد خودشون و فرزندانشون داشته نباشند، الله تعالی این جهل را می فرماید به کفر و نفاق می انجامد. والله علیم حکیم، خداوند دانای هست، همه اعمال را می داند و کارها و دستورات خدا مملو از حکمت است. و ادامه جهل اعراب، این بادیه نشین ها به اندازه جاهلند که وقتی که صدقه از اونها تقاضا میشه که این صدقه را خدا میگه بدید، پیغمبر میگه بدید، این را برای خودش تاوانی میداند، غافل از این که این صدقه برای او ذخیره آخرت میشه، این برای او نور قبر میشه، برای او حجت آخرت میشه، حجت میدان محشر میشه. لذا صدقه را مغرم میداند، تاوان میداند و اینقدر به تنگ هست که همیشه انتظار دارد که برای شما حادثه پیش بیاد، برای شما اتفاق پیش بیاد تا او به تعبیر خودش و به گمان خودش از شر شما خلاص بشه. اینقدر این بیچارها نفهم و نادانند. و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، ای یعتقد ان الذي ينفقه في سبيل الله غرامه، اعتقاد داره هرچی من خرج میکنم در راه خدا این غرامت جنگیه، تاوان داره میدم. لذا بعضی اینطور هستند که اگر پول میدن، زکاتی میدن، احساس میکنن خدا ما را جریمه کرده. نه، برای خودت هست، تاوانی نیست. من یتخذ ما ينفق مغرما، آنچه که خرج میکند در راه الله آن را مغرم میداند، آن را تاوان میداند.
و از بس که عصبانی هست و یتربص بکم الدوائر، برای شما انتظار حوادث را می کشد، انتظار مشکلات. الله می فرماید علیهم دائرة السوء، حوادث بد و ناگوار بر آنان بادا. والله سمیع علیم، الله تمام سخنهای اونها را شنواست، از احوال دل اونها داناست، آگاست، همه چیز را خدا میداند. و وقتی که ذکر اعراب آمد، ذکر کفر و نفاقشون، ذکر اعتقادات بدشون، بعضی وقتا دیگه به ذهن میاد که همه اعراب یکسانند. خداوند در آیه بعدی میفرماید همانند هم نیستند، همه مثل هم نیستند. در میان همین بادنشین ها، در میان همین روسایی ها، بعضی آدمای مخلص، آدمای مؤمن واقعی، و اگر خرج میکنه با افتخار خرج میکنه، احساس میکنه که این مالی که من میدم نه اینکه تاوان هست، این سبب قربت من به خدا میشه، این وسیله تقرب به خدا میشه. یکی از بهترین وسیله های قرب، وسیله ها صدقه دادن است، انفاق دادن است. این انسان را به خدا نزدیک میکنه. و این قشر، این گروه از اعرابی ها همین باور و همین اعتقاد را دارند. و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر، بعضی از بادیه نشین ها، از روستایی ها، یعنی لیسو سوا، همه مثل هم نیستند. بعضی ها هستند که من یؤمن بالله والیوم الاخر، آنهایی که ایمان دارن به الله و روز آخرت، ایمان به مبدأ، به معاد، به توحید، به قیامت. و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول، و میگیرد آنچه که خرج میکند در راه الله، اون را به عنوان چی میگیرد؟ وسیله تقرب نزد خدا. میگوید این سبب میشه خدا منو دوست داشته باشه، این سبب میشه خدا به من نظر رحمت بفرماید. این را وسیله تقرب. و صلوات الرسول، و اون چی که خرج کرده وسیله برای دعای رسول. افتخارش اینه که رسول برای من دعا بکند. در آیات بعدی می آید میخوانیم که خداوند تعالی به پیغمبرش میگه شما این صدقات را ازشون تحویل بگیر و صلی علیهم، برای تسکین و آرامش اونها دعای خیر کن برای اونها. لذا افتخار این برای این اعرابی که رسول الله برای من دعا میکند. آیا این قربتی حساب میشه؟ آیا این سبب نزدیک شدن به خدا میشه؟ بله، اخلاص هست. الا انها قربت لهم، آگاه باش، با خبر باش، همانا این صدقه قربه هست برای اون. نتیجه چی میشه؟ سیدخلهم الله فی رحمته، این بیان قربت است. ان قریب الله آنها را داخل میگرداند در رحمت خاصش. ان الله غفور رحیم، همانا خداوند بخشاینده و مهربان است. نه تنها به اندازه اعمال شما، صدقات شما، اون ذات مهربان است، چنان لطف و مهربانی میکند چندین برابر. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار. بعد از این الله عزوجل تعریف میکنه و بشارت ذکر میکنه تمام اون یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم را، اون مخلصین را. چین در گذشته بحث منافقین بود. شاید یکی از دلایل اینه که بعد از بحث منافقین ذکر مخلصین می آید، مهاجرین، انصار، صحابه واقعی، که کسی فکر نکنه که همه اونها بودن. نه، همه اینها بودند، اونها عددی نیستند. لذا الله تعالی در این سوره ذکر صحابه و مخلصین را، و این را هم خدمت شما عرض کنم که کسانی که در تبوک شرکت کردند، در میان اینها مهاجرین، انصار، فضیلت اونها هم هست. گرچه اینجا فضیلت تمام صحابه است، بشارت برای تمام صحابه هست، ولی انگیزه
اینه که اینجا یک گروهی با جانانه در کنار رسول الله قرار گرفتند و یک گروهی اونا بودن که نرفتند. تمام این جمعیتی که در این جنگ همراهی کردن رسول الله را 30,000 نفر بودند. 30,000 نفر در مقابل 300,000 نفر. اون طرف دشمن 300,000 نفر. والسابقون الاولون، اونهایی که پیشی گرفتند، اونهایی که قبل از همه ایمان آوردند. الاولون، اونهایی که اول هستند از این امت. من المهاجرین والانصار، فرق نمی کند چه سابقین اولین از مهاجرین باشند یا از انصاری ها باشند، چه آنهایی که در روزهای اول قبل از هجرت به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند، چه آنهایی که از رسول الله حمایت کردند، جای دادند، انصاری ها. والذین اتبعوهم باحسان، چه آنهایی که بعداً ایمان آوردند، پیروی کردند، اونها را در ایمان آوردند، پیروی کردند به احسان. اینجا احسان به معنی اخلاص، از روی اخلاص، نه مثل این منافقین. لذا همه این گروه الله تعالی برای اینها هم اعلام رضایت میکنه که بهشت معنوی هست، بهشت روحانی هست، و هم الله عزوجل اعلام میکنه بهشت جسمانی را برای اینها، بهشت مادی را برای اینها. اما مهمتر اون اولی هست که خدا راضی بگردد. قبلا هم درباره اهمیتش عرض کردم. الله می فرماید رضی الله عنهم و رضوا عنه، الله از اینها راضی شد و اینها از ربشان هم راضی شدند. این بهشت معنوی، روحانی، جسمانی. و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار، و آماده و مهیا فرموده برای آنها باغاتی که جاری است از زیر کاخها و قصورش نهرها، خالدین فیها ابدا، اونها دا همیشه در آن بهشت به صورت محبت میمانند. ذالک الفوز العظیم، این رستگاری بسیار بزرگ است. ضمن اینکه اینها همه مهاجرین و انصار در مدینه هم رکاب رسول الله هستند، اما همین اطراف مدینه بعضی منافقین هم هستند. و من حولکم من الاعراب منافقون، اونهایی که ما حول شما هستند، اطراف شما هستند، از بادیه نشین ها منافقند، منافقینی هم هستند. و من اهل المدینه، این مرض اولشون است، نفاق. و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، همچنین از اهل مدینه کسانی که خوی نفاق گرفتند. مردو یعنی خوی گرفتند، عادت کردن بر نفاق. این مرض دوم یعنی اصلا در فطرت اونها نفاق است، اما لا تعلمهم، شما نمیدونید اونها را، نحن نعلمهم، ما میدانیم آنها را. اینها را رسول الله صلی الله علیه وسلم نمیدانستند، اما بر اساس روایت ها معلوم میشه که بعداً خدای تعالی اسامی اینها را به پیغمبر خودش اعلام کرد. با وجودی که رسول الله اینها را میشناخت، میدانست، نسبت به اونها هیچ تعرضی، هیچ اقدامی نشد. حکم همینه، کسی که بظاهر با ما هست ولو اینکه ما حدس و گمان داریم با ما نیست، احتیاط لازم را بکنیم، اما هیچ نوع محاکمه، هیچ نوع تعرضی نمیتونیم برایش داشته باشیم مگر علنا تخلف بکنه. لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، دو بار عذاب میدیم، یعنی دو برابر، یکی به خاطر نفاق، یکی به خاطر خوی نفاق و استقامت بر نفاق. ثم يردون الى عذاب عظیم، سپس به سوی عذاب عظیم یعنی عذاب جهنم که همیشگی هست برگردانده میشه. اما گروه دیگه هستند که منافق نیستند، مؤمن هستند، اما اونها هم تخلف داشتند و تخلف کردند، در این جریان همراهی نکردند، در این جنگ همراهی نکردند. وقتی که همراهی نکردند بعداً اعتراف کردند، زود هم اعتراف کردند.
و آخرون اعترفوا بذنوبهم، دیگرانی که اعتراف کردن به گناهانشان، میگویند 9 نفر بودند اینها، تعداد اینها 9 نفر بودند. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برگشتند اینها هنوز نرسیده بودند، قبل از اون رفتند به ستونهای مسجد خودشون را بستند. و آخرون اعترفوا بذنوبهم، دیگرانی که اعتراف کردن به گناهانشان، خلطوا عملا صالحا، ای قد خلطوا، در حالی که اینها قاطی کرده بودند عمل صالح، و آخر سیئا، و دیگه عمل بد و ناشایست. عمل بدشون چی بود؟ همین تخلف از جهاد، نرفتن به تبوک. عسى الله ان يتوب عليهم، عسى گفتیم به معنای این فعل تقریب است، به معنای قریب هست، اما وقتی که نسبتش به الله باشد به معنای وعده میشه. وعده الله این است که ان یتوب علیکم، خدا با رحمتش بر اینها بر میگردد، اینها را تحت پوشش رحمت خودش قرار میدهد. چرا؟ ان الله غفور رحیم، وقتی که بنده از ته دل توبه میکند، الله هم نسبت به او بخشاینده و مهربان است. فقط توبه باید صادقانه باشد، خالصانه باشد. امکان رد توبه نیست. کجا در آیه شما دیدید که تردید رد توبه باشد؟ فقط عرض کردم توبه خالصانه و مخلصانه باشد، از ته دل باشد، نه اینکه فقط زبانی باشد و قلبی نباشد. لذا به اینها، نسبت به اینها توصیه میشه پیغمبر، خذ من اموالهم صدقه، بگیر از اموال اونها صدقه بگیر. مستحب هم اینه، این امر واجب نیست. وقتی انسان اشتباهی میکنه در زندگی خودش و بعداً به اشتباه خودش پی میبرد، توبه میکنه، بعد از توبه صدقه هم بده، گویا خودش را خودش جریمه میکنه. این صدقه که صدقه شایسته باشد، صدقه که بر نفسش فشار بیاره، چون اشتباه را به خاطر تبعیت از نفس کرد، حالا نفس را تنبیه بکند، به اندازه‌ای بده، مثلا این 10,000 و 20,000 و 100,000 کسی از هیچ جای کم نمیشه، به اندازه‌ای بده که نفس دلخور بشه، نفس ناراضی بشه. لذا اینجا هم اشاره میکنه که اینا وقتی که توبه کردن صدقه شون را بپذیر. خذ من اموالهم صدقه، از اموال اینها صدقه بگیر. چون ما در آیات گذشته خواندیم بعضی از منافقین آماده، مثل اون جد ابن قیس، آماده نشد با رسول الله همراه بشه، اما گفت یا رسول الله من به این دلیل نمیتونم، من گرفتار بلا نسبت زنها میشم، نمیام، ولی پول میدم، سهم خودم را میدم. رسول الله قبول نکرد، خدا اجازه نداد قبول کنه، اما از این افراد قبول کن. خذ من اموالهم صدقه، از مالهای اونها صدقه بگیر، تطهرهم و تزکیهم بها، پاک بگردان آنها را و تزکیه کن به وسیله همین صدقه. معلوم میشه که صدقه دادن باعث پاکی هم مال میشه، هم خود انسان میشه، و باعث تزکیه و اصلاح انسان میشه، تزکیه نفس انسان میشه. چون عرض کردم بر نفس فشار میاد، نفس ناراحت میشه. پس یکی از صورتهای تزکیه و اصلاح اینه که انسان صدقه بده. ولی کسانی که به نام تزکیه امروز بالاخره سعی میکنن تزکیه بکنند، اونا باید صدقه بدن. بهترین صورت صدقه، بهترین صورت تزکیه صدقه هست که نفس را بیچاره میکند، نفس خیلی پریشان میشه. همچنان صدقه های، هر کسی واقعا دنبال تزکیه و اصلاح است، تنها به ذکر اکتفا نکند، تنها به نماز که چه بسا در ذکر و نماز انسان چه حلاوت و چه لذتی احساس می کند. انسانی که مراحلی را طی کرده لذت احساس می کند. اما
این نفس را باید مقدار زیر پا بگذارد، صدقه خوبی هم بده. این در تزکیه خیلی تأثیر داره. این قرآن میگه تزکیهم بها و صلی علیهم، بر آنها درود بفرست، رحمت خدا را برای اونها به طلب، معنیش اینه دعا کردن و رحمت را برای اونها طلب کردن. ان صلاتک سکن لهم، همانان دعای شما موجب اطمینان اونها میشه، موجب آرامش اونها میشه. این معلوم میشه که کسی که صدقه میدهد و شما متولی صدقه هستید، شما نماینده فقرا هستی، شما نماینده مسجدی، مدرسه هستی، حوزه علمی هستی، بالاخره صم بکمون اونجا نباشیم. اونجا دعای خوبی برایش بکن که صدقه او را پریشان نکنه. بعضی از علما نوشتند که این صدقه، این مال خیلی محبوب دل انسان است، انسان برای مال میمیره، دوست داره مال را. حالا کندن این و جدا کردن این از خود و این را بدون هیچی، بدون عوض دادن، مقداری سخت میشه، مقداری مشکل پیدا میکند. پس باید اون صدقه تحویل گیرنده چنان دعایی بکنه که اون قسمت را چی بکند؟ جبران کند. ان صلاتک سکن لهم، باعث آرامش و سکن میشه. والله سمیع علیم، خداوند هر اعتراف را شنواست و از هر توبه واقعی و ندامت واقعی آگاه است، علیم است. لذا بعد از این اعلام میشه در توبه برای آینده هم بازه. هر کسی که توبه بکنه در غفور الرحیم برایش بسته نیست، فقط صادقانه مخلصانه. الله می فرماید الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبه، آیا نمی دانند که همانا الله قبول می کند، می پذیرد توبه را قبول می کند عن عباده، از بندگانش، و یأخذ الصدقات، صدقات را می گیرد. معنیش اینه که صدقات اونها را قبول می فرماید، می پذیرد. دلیلش اینه که و ان الله هو التواب الرحیم، همانا الله به کثرت توبه پذیر است و مهربان هست، تواب هست به همین دلیل توبه را قبول میکنه، رحیم هست به همین دلیل صدقه را قبول میکنه. لذا حالا شما همه عمل کنید. و قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، بگو عمل کنید، ان قریب الله می بیند عمل شما را، رسول خدا می بیند، مؤمنان می بینند. در قیامت هم رسول الله هم مؤمنان نتیجه را می بینند، خدا الان هم می بیند. و ستردون الى عالم الغیب والشهاده، ان قریب شما برگردانده می شوید در محضر اون ذاتی که داننده غیب ها، نهان ها هست و عیان ها هست. و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون، به شما خبر میده که ای بنده چه عملی می کردید، خوب یا بد. لذا عمل بکنید، حریص بر عمل باشید و در عمل از همدیگه سبقت بگیرید. و آخرون مرجون لامر الله، اما گروه دیگر، این گروه دوم هست از این کسانی که تخلف کردند از مؤمنین، اونا فوراً توبهشون پذیرفته شد. این گروه دیگر مرجونه، یعنی مؤخر شد به خاطر دستور خدا، لامر الله. حالا چرا توبه اونها قبول شد، توبه اینها و پذیرش توبه اینها به تأخیر افتاد؟ میگویند به دلیل اینکه اونها زود توبه کردند، یا به فکر سود و باش، ای ز فرصت بی خبر در هر چه باشی زود و باش. یعنی کسی میخواد توبه بکنه زود توبه بکنه. اون مصرع اولش فراموش شد.
کسی میخواد کار خیری بکنه زود بکنه، کسی میخواد صدقه بده زود بکنه. واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. ان شاء الله بعد از نماز همین آیات را میخوانیم. من نمیگویم زیان کن یا به فکر سود باش، من نمیگویم زیان کن یا به فکر سود باش. از فرصت بیخبر در هر چه باشی زود باش. لذا فوراً توبه بکن. بعضی ها میگن که امروز نه فردا، فردا نه پس فردا. شاید مرگ آمد، شاید این داعیه و این انگیزه از بین رفت، دوباره توفیق نشد. میخوایی صدقه خوبی بدی، میخوایی دل فقیری را، دل یتیمی را شاد بکنی، یه عالم مال برایشون ببری، همین الان حرکت کن. شاید تا فردا این دل بره به سمت دیگه، بگه نه این خوب نیست، فعلا صبر میکنیم. لذا به این دلیل اونها توبهشون زود پذیرفته شد، اینا مؤخر شدند. والفرق بین القسم الثانی و بین هذا الثالث، اون نوع دوم و این سوم این هست که ان اولئک سارعوا الى التوبه، اونا زود توبه کردند. و هؤلاء لم یسارعوا الیها، اینا زود نکرد. اینا 3 نفر بودند، اونا 9 نفر بودند، اینها 3 نفر بودند. عبدالله ابن عباس میگه نزلت هذه الآیه فی کعب ابن مالک و مراره ابن ربیع و هلال ابن امیه. لذا اینها را میفرماید که مؤخر شد به خاطر دستور خدا. حالا بعدا میخوانیم که توبهشون پذیرفته میشه، اما فعلا خبری نیست. این آیه دیگه جلوتر نازل شد. اما یعذبهم و اما یتوب علیهم، یا خدا اونها را عذاب میده یا الله بر اونها رجوع میکنه. والله علیم حکیم، الله میداند اخلاص و عدم اخلاص را، حکیم است. اگر مؤخر میشه توبه به خاطر حکمت است، الله حکمت ها را هم میداند. حالا اینا توبه کردند ولی پذیرش توبه مؤخر شد چون دیر توبه کردند و جریان اینها را میخوانیم انشاءالله، در اون رکوع میخوانیم. اما اینجا بحث منافقین و مسجد ضرار منافقین میاد. ببینید منافقین در مدینه بودند، اما یکی از مشرکان سرسخت و دشمنان رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو عامر بود که مال مدینه بود. این ابو عامر مال مدینه بود، دشمن سرسخت بود. این ابو عامر از مدینه فرار کرد، رفت حنین، رفت اونجا با قبایل هوازن و ثقیف، با اونها معاهده داشت، مدتی اونجا بود، اونجا پناهنده شده بود و توطئه هایی میخواست بکنه بر علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم. اما بعد از اینکه مکه فتح شد و بعد از مکه نوبت حنین شد، رسول الله و سپاه اسلام به سمت حنین رفت. این در سال 8 بود. او از اونجا گریخت، فرار کرد، رفت به شام رفت و بالاخره حنین فتح شد. شام که رفت از اونجا هی توطئه می کرد، رفت حتی با هرقل روم یا با قیصر روم ملاقات هایی داشت و یک سری شیطنت هایی کرد، گزارش هایی از مسلمانان و اینکه اینها در آینده خطر هستند. همون چیزی که امروز منافقین که به ظاهر مسلمانند و اون اربابان کفرشون میگه اینا در آینده چیان درد سرساز میشن، باید جلوی تندروی ها را گرفت. لذا اینها رفتن پیش قیصر روم و با قیصر روم بر علیه مسلمان ها بالاخره معاهده امضا کردند و قرار شد که پادشاه روم کمک بکند اینها اینجا بر علیه مسلمانان از درون توطئه بکنند. اینجا بود که ابو عامر نامه‌ای به منافقین مدینه نوشت، با هم دیگه ارتباط داشتند. نامه‌ای به منافقین مدینه نوشت، از اونجا از روم نقشه را کشید که چیکار بکنه. اما غافل از اینکه رسول مکرم صلی الله علیه و سلم
رابطه مستقیمی با الله دارد، با وحی دارد، همه چیز از طریق وحی به ایشون گفته میشه. از اونجا به ایشون نوشت که شما، به منافقین نوشت شما یه مسجدی درست کنید، یه مسجدی درست کنید به نام عبادت، اما این مسجد محل اجتماع باشد، محل برنامه ریزی باشد، محل مشوره باشد بر علیه پیغمبر و اسلام. گاهی من هم میام همون جای پناهی برای من هم باشد، اونجا با هم برنامه خواهیم داشت و من اینجا فعالیت کردم، با قیصر روم ازش تقاضا کردم، او وعده داده که شما را کمک میکنم، لذا نماینده‌ای که از روم میآید، چه خودم باشم چه کسی دیگه میاد، در همون مسجد استقرار داشته باشیم، او مرکز فعالیت ما باشد، از اونجا ادامه بدیم. این منافقین خوشحال شدم، هم حمایت مالی میشند و هم یک برنامه ریزی بر علیه رسول الله خواهند کرد. اینجا بود که این مسجد را در نزدیک مسجد قبا درست کردند. گفتن یا رسول الله ما با قبا فاصله داریم، نمیتونیم بریم، اجازه بده ما مسجد دیگری درست بکنیم. از آن حضرت اجازه گرفتند و این مسجد را اینجا درست کردند. و این زمانی بود، سال 9 هجری بود، رسول الله داشتن به سمت تبوک می رفتند. وقتی که رسول الله عازم بودند، داشتن آمادگی می کردن، برنامه ریزی می کردن، سواری ها را، مرکب ها را، ما یحتاج را، زاد و توشه را، راحله سفر را، اینها را آماده می کردن. در همین بحبوها اینها آمدن، یا رسول الله مسجد ما حاضر شد، شما تشریف بیار نماز بخون، شما تبرکن آغاز بکن. بعضی اینطور هستند، بلدن چی کار بکنند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عالم غیب نبودند. اینجا بعضی از خرافاتی ها میگن خب خیلی از آیات ابتدا بوده، ابتدا پیغمبر غیب نمیدانست ولی آخر خدا بهشون علم غیب داده. خب این آخر هست، این سال 9 هجری هست. سال 10 هجری رسول الله وفات کردند، این 1 سال قبل از وفات است. اینجا پیغمبر غیب نمیداند، اینجا وعده میدهد، میگه باشه من میام ولی الان نمیتونم، الان گرفتار هستم، داریم میریم تبوک، از اون طرف که برگشتم میام مسجد شما نماز میخوانم. لذا اونا خوش شدند که اوکی را گرفتند. رفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تشریف برد به سمت تبوک، رفتند. حدوداً 20 روز تا 1 ماه طول کشید همین سفر. عرض کردم تبوک 550 کیلومتر از مدینه فاصله داره. مرز امروزه مرز سعودی و سوریه تبوک هست. لذا آن حضرت صلی الله علیه وسلم تا اونجا که رفتند و برگشتند، تصمیم داشتن مستقیم در مسیر بود این بیان اینجا نماز بخوانند. این آیات نازل شد. الله تعالی به پیغمبرش تفهیم فرمود، فهماندند که اینها این مسجد را به چه نیتی درست کردند. مبادا اونجا نماز بخوانی، لا تقم فیه ابدا. این مسجدی که بر اساس تقوا و خدا ترسی ساخته شده، اونجا نماز بخوان، این مسجد نه. لذا هرگز به سمت اونها نرو. رسول الله وقتی که متوجه شدن که اینها توطئه دارند، اینها برنامه دارند، دستور دادن برین این مسجدشون را تخریب کنید. خودشون تشریف نبردن، گروهی از صحابه را فرستادند، اونها رفتن مسجد را تخریب کردند. لذا الله می فرماید ها یک نکته خدمت شما عرض بکنم درباره مسجد. بسیاری از مسلمان ها هستند که گاهی از یه محله خوششون نمیاد، از یه مسجد خوششون نمیاد، بالاخره این عنوان را ذکر میکنم برای مساجد. این خیلی خطرناکی. یه بزرگواری بود، ملا صاحبی بود که در نزدیک مسجد او یک مسجد دیگه درست کرده بودند. خب مردم میگفتن فاصله هست، فاصله تقریبا 500 متر بود. شیخ فرمود شما ببینید فاصله چقدر است. ما رفتیم نگاه کردیم. این ملا همیشه میگفت مسجد زرار است. مسجد زرار میدونی یعنی چیه؟ یعنی اون سنگری که برای ضرر رسانی
بسته شده. حالا در یک شهر مساجد تا جایی که مردم میتونن یک جا جمع بشن تا جمعیت بیشتر بشه، در یک روستا مسجد کمتر باشه، ولی اگر اون طرف میگن ما تنبلی میکنیم ما نمیتونیم، اونا برای خودشون مسجد درست میکنن، این ولی روستا، این پایین روستا به اون بالا روستا یا بالا روستا به پایین روستا نگه مسجد شما ضرار هست. حکم مسجد ضرار با وحی الهی شد، با اجتهاد جایز نیست. کسی فکر بکنه که این آقایی که این مسجد ما را، مسجد مکی را ضرار گفته، خب اون بالاخره اون اصلا نمیدونه ضرار یعنی چیه. اون ما معتقدیم از قرآن و سنت اصلا خبر نداره، این یه چیزی شنیده و اصلا نمیداند اینجا چه خبر است. ما با جرأت میتوانیم ادعا بکنیم الله تعالی مؤاخذه نکند ما را، عبادتی که در این مسجد میشه از نظر هم کمیت، جمعیت، تعداد، هم از نظر کیفیت در تمام مساجد این کشور نمیشه. شما بیاریم مسجدی در این کشور که این همه جمعیت داشته باشه و نه تنها فقط بنایش هست، این مساحت را داشته باشه و این جمعیت را که شب و روز الان در این شبهای ماه مبارک رمضان از اون سر مسجد که 32,000 متر این مسجد تا این گوشه تمام مسجد از سجده کنندگان و عبادت کنندگان خدا پر میشه. نه برای زنان جا هست نه برای مردان جا هست. این ظلمه، این ستم. جواب خدا را باید خودش بده. همینقدر خلاصه که چنین مسجدی را کسی مسجد ضرار میگه. مسجد ضرار اون مسجدی است که الله با وحی اعلام میکنه این ضرار هست، حتی پیامبر خبر نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم که با وحی ارتباط داره، با فرشته در ارتباط است، ایشون قبل از این وحی نمیتونه بگه مسجد ضرار. آماده میشه بره نماز بخونه. چطور یک انسان که بوی از ایمان داشته باشه نسبت به مکانی از اماکن مقدس که مربوط به الله هست، به این مکان چنین فتوای صادر بکنه و بعد دستور بده که یا بگه که باید تخریب بشه؟ العیاذ بالله. تک تک این کلمات را باید جواب داد. یوم تشهد علیهم السنتهم، این زبانها بر علیه خودشون گواهی میده، و ایدیهم، این دستها که با این دستها این مقالات و این قلمهای کفرآمیز را مینویسند، اینها بر علیه خودشون گواهی میدن. انشاءالله گواهی میدن و مؤاخذه میشن این افراد اگر توبه نکنند، اگر از الله معذرت خواهی نکنند و از این مردمی که دل این مردم را چنین شکستند و محل عبادت این مردم را، که این مردم برای مسجد جان داده. همین مردم شهر وقتی که مسجد این چاله زده میشد، تمام مردم، اما سرمایه‌دار و فقیر، سرمایه‌دارها می آمدند اونجا ماشینشون را پارک میکردند، لباسشون را بالا میزدند، بیل به دست میگرفتند. با چه اخلاصی! خود حضرت شیخ اینجا بیل زده، همه طلاب، علما، مدرسین، مردم این شهر اینجا زحمت کشیدن. این مسجد را کسی چنین فتوای بده، دل این مردم را شکسته. این تا زمانی که عذرخواهی نشه اصلا از دل مردم نمیره. و چه بسا مردم هستن که شب و روز نفرین میکنه این انسان ها را، که نسبت به چنین اماکنی که مردم واقعا در دل مردم جای دارن، تا نام این مسجد میشه، همین مردم یک ماه از این شهر جای دیگه میرن، عکس این مسجد را میبینن، گریه میکنند. چنان دل بستگی به این مسجد دارن، نسبت به این مسجد چنین فتوایی صادر کردن. جواب خدا را انشاءالله میدی اگر توبه نکنی. لذا الله می فرماید والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، آنهایی که مسجدی را که به عنوان ضرر رسانی ساخته شد اون مسجد را گرفتند، یعنی اون مسجد را
برای ضرر انتخاب کردند و کفرم برای اشاعه کفر انتخاب کردند. یعنی میخواستن بسازند تا اینجا ضرر برسانند و کفر را صادر بکنند. و تفریقا بین المؤمنین و به منظور تفریق بین المؤمنان و ارصادا و خواستن کمینگاه و سنگری و کمینگاه جای امنی لمن حارب الله و رسوله، برای اون انسانهای محارب، اونهایی که با خدا و رسول، مثل ابو عامر که گریخته و رفته پیش رومی ها، پیش مسیحیان. حارب الله و رسوله من قبلا در جبههای مختلفی محاربه او ثابت شده، برای جای امنی، جای سنگری برای اونها جای درست کردند. و بعد وقتی که پیغمبر، بعد از این که آیه نازل میشه، پیغمبر به اونها میگه شما این قصد را داشتید، ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى، البته که اینها سوگند یاد میکنند، قسم میخورند ما اراده نداشتیم مگر اراده خوب داشتیم. اما الله میفرماید والله یشهد انهم لکاذبون، الله گواهی میده اینها دروغ میگن، اینها اصلا اراده خیر نداشتند، اینها اراده شر داشتند، اراده ضرر رسانی داشتند. لذا دستور به تو ای پیامبر، لا تقم فیه ابدا، در این مسجد هرگز قیام نکن، هرگز اینجا نیست برای نماز، اینجا جای ایستادن تو نیست. اگر میخوایی مسجدی نماز بخوانی، اون مسجدی که در کنارش هست، مسجد قبا، اینا هر دو در یک محله بودند. بعضی میگن مراد از این مسجد قبا هست، اونجا برو نماز بخوان. چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم هر هفته میرفت مسجد قبا، هر شنبه وقتی که نماز مسجد قبا چند کیلومتر فاصله داره. حالا مردم این حاجی ها چه جوان ورزشکاری باشه بتونه پیاده بره، این حاجی ها با ماشین میرند. نماز صبح را رسول الله صلی الله علیه وسلم روزهای شنبه و در مسجد النبی میخواند و میرفت تا مسجد قبا میرسید، نماز اشراق میشد، اونجا 2 رکعت یا 4 رکعت اشراق به جا می آورد. لذا بعضی میگن مراد مسجد قبا هست که این اوصاف مقتدی های قبا که انسان های پاک فطرتی هستند، پاکی را دوست دارند، طهارت را دوست دارند، وقتی که وضو می گرفتند خیلی دقت می کردند در وضو گرفتن و در طهارت. اما بعضی میگن نه، مراد مسجد النبی هست، مسجد خود رسول الله است. الله میفرماید اگر میخوای نماز بخونی در همون مسجد. لذا هر دو مصداق مسجدی هستند که اسس علی التقوی، از روز اول بانی هر دو مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. لذا از روز اول اساس هر دو بر تقوی گذاشته شده. الله میفرماید لا تقم فیه ابدا، در این مسجد زرار هرگز نیست، اینجا قیام نفرما. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، البته اون مسجدی که اساس گذاری شده بر تقوی از روز اول، احق ان تقوم فی، اون مسجد سزاوارتر است، لایقتر است که تو در اون مسجد قیام کنی، اونجا بیستی. فیه رجال یحبون ان یتطهروا، فضیلت مقتدی های مسجد. الله تعالی هم از مسجد تعریف میکنه، هم از مقتدی های مسجد تعریف میکنه. مقتدیایش هم انسانهای پاکی هستند و هم انسانهای مخلصی هستند. فیه رجال یحبون ان یتطهروا، در این مسجد راد مردانی هستند، یحبون ان یتطهروا، دوست دارند که پاکی را حاصل کنند، همش دنبال پاکی هستند. والله یحب المطهرین، الله عزوجل چنین پاکیزه کنندگانی را دوست دارد. الله طهارت را خیلی دوست دارد، پاک بودن را دوست دارد. النظافة من الایمان، این که بعضی ها هستند خودشون را درویش میگویند و درویش مینامند و اصلا بوی از نظافت ندارند، اینها
بتونیم بگیم که اینها نفهمیدن دین را، اینها نسبت به احکام جاهلند، بیخبر هستند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در اون زمانه، در اون زمان واقعا اسلام نظافت آورد، اسلام طهارت آورد. اون زمان آب هم نبود، مردم یک مشکیزه آب از کجا می رفتن می آوردن، چقدر دور با چه مشقتی روی شتر، روی دوش زنها آب می آوردن. در اون روزها که آب کمیاب بود و کیمیا بود، رسول الله صلی الله علیه وسلم چه اهتمامی به طهارت داشتند. هر نماز وضو می گرفتند، هر جمعه غسل می کردند. اون زمان مردم اصلا نمیدونستن غسل یعنی چه و چنان کار میکردن، زحمت میکشیدن، لباسی هم پشمی به تنشون بود، عرق میکردن. این پشم و عرق وقتی که با هم دیگه قاطی بشه دیگه یه تعفن و بوی خاصی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتداء ناراحت شدن، فرمودن که غسل جمعه بر هر فرد بالغ واجب است، واجب فرمودند. ام المؤمنین عایشه میگه به خاطر همین که در مسجد مردم می آمدن لباس پشمی، لباس کار، لذا آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودن هر هفته لباس تمیز، لباس را عطر بزن. و با عطر محبت خاصی داشتن، با مسواک محبت خاصی داشتن. همه اینها که آله طهارت هستن. پس طهارت خیلی خوبه، اسلام طهارت را دوست داره. و همین خاطر اگر وضو دارید وقت نماز باز هم یک چارندامی بگیرید، این میشه نور علی نور، این میشه طهارت بر طهارت، این اجرش مضاعف میشه، اجرش چند برابر میشه. اینجا هم میفرماید مقتدی های این مسجد، مسجد نبی یا مسجد قبا، مردانی هستند که طهارت را دوست دارن. خداوند هم طهارت کنندگان را دوست دارد. والله یحب المطهرین، الله تعالی طهارت کنندگان را دوست دارد. لذا الله تعالی مقایسه می کند این دو مسجد را، مسجدی که منافقین ساختند با این نیت و مسجدی که رسول الله یا اهل مدینه، انصار مدینه، بنی عوف ساختند. اون محله بنی عوف هست، اونها ساختن بر اساس تقوا. الله می فرماید افمن اسس بنیانه علی تقوا، آیا اون کسی که اساس گذاری کرده، بنیانش را، ساختمانش را، بناش را اساس گذاری کرده بر اساس تقوا، اساس گذاری کرده علی تقوا من الله، تقوا از جانب الله یعنی از خدا می ترسد و بر اساس ترس از خدا درست کرده و بر اساس رضوان بر اساس رضای خدا، اسس علی التقوى من الله و رضوان، و از جانب الله و بر اساس رضوان، رضای خدا. این آیه بهتر از خیرون، این بهتر است امن اسس بنیانه، یا اون انسانی که اساس گذاری کرده بناش را. خداوند تعالی برای بنای مسجد ضرار یه تشبیه ذکر می فرماید علی شفا جرف نهار. شما یک بنای درست کن، این بنا را بر لبه یک پرتگاه درست کن، یک پرتگاهی که هر لحظه می بینیم که چی؟ این خاکش کم کم می ریزه، در حال فرو ریختن است. کناره و لبه این پرتگاه شما بنا را بساز، این هر لحظه احتمال هست که فرو بریزد، قطعا این بنا خودش سنگینی میاره. لذا الله می فرماید، تشبیه میده مسجد ضرار اینها را بر علی شفا جرف، بر کناره جرف، جرف پرتگاه را میگند که هار در حال سقوط است، در حال فرو ریختن است. فانهار به فی نار جهنم، یعنی می اندازد او را و منهدم می کند او را در آتش جهنم، می افته در آتش جهنم. چنین بنایی که بر اساس مخالفت رسول الله است. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله عزوجل هدایت نمی فرماید چنین قوم ظالم را. لذا الله می فرماید که این دوتا بنا با هم فرق داره. این بنایی که اینها درست کردن همواره در دل اینها خودش یک خدشه هست، در دل اینها یک شکی درست کرده، دل اینها همش قلق داره، اضطراب داره.
این تا زنده هست مگر اینکه این دل از بین بره، تکه تکه بشه، یعنی بمیره. لا یزال بنیانهم الذی، همواره بنای اینها، این بنایی که الذی بنو، این بنایی که اینها بنا کردند، ریبتا فی قلوبهم، سبب شک و ریب و نفاق هست در دل اونها، یعنی اینکه شما خراب کردید. این همیشه این شک و نفاق و مرض در دلشون هست. الا ان تقطع قلوبهم، مگر اینکه دلشون از بین بره، دلشون قطع بشه، تمام بشه. والله علیم حکیم، الله عزوجل هر چیز را داناست و کارهای الهی با حکمت است. خب اون چی که تا اینجا خواندیم در رابطه با جهاد بود و رد منافقین، مذمت منافقین، که منافقین همیشه در مسیر جهاد این مزاحم بودند. حالا بعد از این الله تعالی بشارت میده، خوشخبری میده مجاهدین را، اونهایی که جانانه جهاد میکنند و اونهایی که نمیترسند، نه از مرگ میترسند، نه از خرج کردن مال میترسند. خدا چنین بندگانی را دوست داره که همه چیز خودشون را برای خدا فدا بکنند. هم اگر دین خدا جان میخواد جان تقدیم کنند، اگر مال میخواد مال تقدیم کنند، مجاهد صفت باشند. و این افراد را رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب ساخت، اینها را خوب تربیت کرد. وقتی که میفرمودم مال، یکی میره کل مال را جمع میکنه، یکی میره نصف مالش را جمع میکنه، یکی میاد 300 تا شتر با بار میاره، یکی 700 تا شتر با بار میاره. بالاخره این گونه جان و مال تقدیم کردن. الله تعالی میفرماید که خدا با شما معامله میکند. ببین معامله، چه معامله زیبایی معامله میکند، از شما جان و مال میخواد تقدیم کنید. حالا لازم نیست که انسان در جهاد حتما شهید بشه. خیلی ها هستن کشته شدن و مرگ در راه جهاد نیست. مرگ وقتی که وقتش بیاید، یا با تصادف میآید، یا در خانه میآید، یا در بازار میآید، بالاخره یا با مریضی میآید یا بدون مریضی، مرگ کی میآید؟ این بی خود است که انسان ها فکر میکنه حتما مرگ، مگه اینها که میرند به جهاد فقط اونها میمیرند؟ اینها که تو خونه ها هستن نمیمیرند؟ همه میمیرند. لذا الله میفرماید ان الله اشتری من المؤمنین، همانا الله میخرد از مؤمنان دو چیز میخرد، انفسهم و اموالهم، مال اونها را میخرد، جان اونها را میخرد و مال اونها را میخرد. جان را در راه خدا تقدیم کنند، مال تقدیم کنند. خدا چی میده؟ اینها مبی هستند. مبی، بیان مبی یعنی این همون جنس کالایی که خدا میخرد. پولی که خدا میده چیه؟ بأن لهم الجنه، به این که برای این افراد بهشت است، در عوض به اینها بهشت میده. خوشا به حال اونهایی که درک میکنند، میفهمند یعنی چه و در راه خدا جهاد میکنند. اینا در همین دور هم بودند، در همین زمان ما هم هستند. حالا کار نداریم، بعضی جاها افراط و تفریط هم شده، ولی در همین زمان مخلصینی بودند از اون گوشه دنیا، هر چه سرمایه داشتند، سرمایه های خودشون را، شرکت های خودشون را جمع کردند، آمدند در راه جهاد، در مسیر حق تا جان دادند. لذا الله می فرماید بأن لهم الجنه، به این که برای اونها بهشت است. این معامله هست، اما توضیحش یقاتلون فی سبیل الله، اینها می جنگند در راه الله، فیقتلون و یقتلون، یا دشمن را می کشند یا خودشان کشته می شوند. الله در وقتی که اینها این گونه جان و مال تقدیم می کند، الله وعده دارد. این وعده نه تنها در قرآن است، این وعده در تمام کتابهای آسمانی هست. وعدن علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن
وعده هست بر الله، وعده حق. این وعده هم در تورات است، هم در انجیل است، هم در قرآن است. مسیحیان امروز بر اسلام، بر مسلمانان اعتراض میکنن. یکی از اعتراضاتی که مستشرقین و مسیحیان میکنن، میگن در دین اسلام جهاد است. مگر در دین مسیحیت نبود جهاد؟ چرا نبود؟ بود. بعد از سیدنا عیسی علیه السلام حوارین عیسی مگر جهاد نکردند؟ دین عیسی را به پیش بردن، با جهاد به پیش بردند. موسی علیه السلام با عمالقه و با چندین گروه نگفتن جهاد کنید؟ اینجا هم هست فی التورات والانجیل والقرآن. حکم جهاد فقط در قرآن نیست، در تمام ادیان الهی جهاد بوده. همه انبیا جهاد کردند. سلیمان علیه السلام، داوود، موسی، حضرت حزقیل، حضرت یوشع بن نون، حضرت قالب یا کالب بن یوقنا، حضرت عیسی. همه اینها جهاد خصوصیت اسلام نیست، تنها مال اسلام نیست. این ادیان دیگه اگر بر اسلام ایراد میگیرن به خاطر جهاد، خودشون هم داشتن، بله خودشون را چیکار میکنن؟ میتونن کتمان بکنند؟ الله می فرماید و من اوفا بعهده من الله، چه کسی وفادارتر به عهد و وعدهش از الله. خدا وقتی وعده میکنه ای بنده مؤمن من، ای بنده مجاهد من، به تو بهشت میدهم در مقابل جهاد تو، آیا از خداوند وفادارتر میدانیم؟ ان الله لا یخلف المیعاد. خداوند هرگز خلف وعده نمی کنه. لذا الله می فرماید و من اوفا بعهده من الله، چه کسی وفادارتر نسبت به عهدش از الله خواهد بود. پس باور کنید که خدا به عهدش وفا می کند. وقتی که باور کردید، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، یعنی شاد باشید، خوشحال باشید، این مژده و بشارت را بپذیرید به خاطر این معامله که شما معامله کردید با خدایتان، اونایی که معامله کردند. و ذلک هو الفوز العظیم، این هست رستگاری بسیار بزرگ. رستگار اونی که با رب خودش معامله می کند و از رب چند برابر دریافت می کند. لذا اینها کی هستند؟ اینهایی که جهاد می کنند. البته جهاد یک شرایطی هم دارد. مجاهد باید از نظر اعمال، از نظر صفات هم صفات ویژه‌ای داشته باشد. لذا الله می فرماید التائبون العابدون، اینها کسانی هستند که توبه کننده هستند، اگر اشتباهی میکنند توبه میکنند. العابدون، فقط الله را عبادت میکنند. الحامدون، فقط الله را تعریف میکنند. بعضی مردم هستند مخلوق خدا را شب و روز تعریف میکنند. پادشاه را تعریف میکنه، رئیس جمهور را تعریف میکنه، مدیر کل را تعریف میکنه، استاندار را تعریف، چنان تعریفاتی میکنه که خدا را هم اونقدر تعریف نمیکنه. این بیچاره ها نمیدانند. مشرکین مکه در زمان شرک وقتی که از منا فارغ می شدن در زمان جاهلیت، می نشستن پدران خودشون را تعریف می کردن. خدای عزوجل می فرماید که شما خدا را یاد کنید که ذکرکم آباءکم او اشد ذکره، مثل این که پدرانتون را چطور یاد میکردید و تعریف کنید، خدا را حداقل اینطور تعریف بکنی یا بیشتر. لذا الحامدون، الله را تعریف میکنن. السائحون، جهاد میکنن در راه الله. الراکعون، رکوع میکنن. الساجدون، سجده میکنن. الامرون بالمعروف، امر بمعروف میکنن. والناهون عن المنکر، و نهی از منکر میکنن، از منکرات باز میدارن. والحافظون لحدود الله، و اینها حفاظت کننده حدود الهی هستند. اینها مجاهدین واقعی هستند. لذا ای پیامبر من، ای محبوب من، و بشر المؤمنین، این مؤمنین را مژده بده، این مؤمنین را خوشخبری بده. خوشخبری به چی؟ به ان لهم الجنه، خوشخبری به این که برای اونها بهشت است. آیات در رابطه با جریان تبوک هستند. آیات ما قبل
وآيات مع بعض. اما در میان به پیامبر و مؤمنین تذکر داده میشه، گفته میشه که برای مشرکین استغفار نکنند، برای مشرکین از خدای عزوجل مغفرت نطلبند. مشرکینی که در حالت شرک و کفر از دنیا رفته اند، اما اگر حیات دارند و زنده هستند، استغفار برای اونها به این معنی که ایمانی نصیبشون بشه و بعد از ایمان مورد آمرزش و بخشش قرار بگیرند اشکالی ندارد. اما این در رابطه با مشرکینی هست که در حالت کفر فوت کردند. بسیاری از مفسرین معتقدند که این آیات در رابطه با خویشاوندان نزدیک هست که در حالت کفر و شرک فوت کردند. بعضی میگویند درباره ابو طالب هست که آن حضرت صلی الله علیه و سلم تا آخرین لحظات ایشون را تلقین میکرد و برای آن حضرت بسیار ناگوار بود که آخرین کلماتی که او گفت علی ملت عبدالمطلب، باز هم برای او از خداوند بخشش طلبید تا اینکه من شد، باز شد. بعضی واقعات دیگری را که برای نزدیکان صحابه بود ذکر میکنند، اما حقیقتش اینه که مصداق آیه، محمل آیه عام هست، مربوط به واقعه خاصی نیست، بلکه بحث جهاد بود. کسانی که از نزدیکان مسلمانان، ولو اینکه پدر باشد، فرزند باشد، برادر باشد، وقتی که در مسیر شرک قرار گرفت، در مسیر کفر قرار گرفت، ما خواندیم که جهاد با اونها باید بشه، خویشاوندی نباید مانع بشه. حالا میفرماید که برای اونها حتی استغفار هم نشود. ما کان للنبی والذین آمنوا، سزاوار نیست، مناسب نیست برای نبی خدا و برای کسانی که ایمان آوردند ان یستغفروا للمشرکین، این که برای مشرکین مغفرت بطلبند، ولو کانوا اولی قربا، گرچه اون مشرکین از خویشاوندان باشند، از نزدیکان باشند. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، بعد از اینکه برای اینها واضح شده که آن مشرکین اصحاب الجحیم هستند. واضح شده کجا؟ واضح شده در قرآن مجید، واضح شده که خداوند فرموده ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. وقتی که این آیه واضح کرده که خداوند اهل شرک را نمی آمرزد، نمی بخشد، پس استغفار برای اونها فایده ای ندارد. حالا سوال اینجاست که چرا ابراهیم علیه السلام برای پدرش استغفار خواست، از خدا مغفرت طلبید؟ الله تعالی این را پاسخ میده که اون به دلیل وعده‌ای بود که ابراهیم با او داشت، با او کرده بود. اما وقتی که مشخص شد که او بر کفر خودش اصرار می‌ورزد، یک معنی اینه که بر کفر خودش اصرار می‌ورزد و هدایت نمیشه به ابراهیم از سوی پروردگار گفته شد، یا اینکه به ابراهیم گفته شد که او در حالت کفر مرده، در حالت شرک مرده، به خدا بر نگشته دیگه. در این زمان ابراهیم از او اعلام براءت کرد و دیگه برایش مغفرت نخواست، نطلبید. لذا الله می فرماید و ما کان استغفار ابراهیم الا عن موعدة وعدها ایاه،
نبود استغفار ابراهیم برای پدرش مگر به خاطر وعده بود که وعده ها ایاه با او وعده کرده بود. فلما تبین له انه عدو لله، زمانی که برای او واضح شد که او دشمن خداست، تبرأ منه، از او براءت طلبید، از او بیزار شد. ان ابراهیم لأواه حلیم، همانا ابراهیم اواه بود. اواه یعنی بسیار نرمدل، حلیم بردبار. این وعده ای که ابراهیم کرد، علت وعده این صفات و این ویژگی های ابراهیم بود. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، که این در واقع جواب این شبهه هست که خب خداوند عزوجل قبل از نهی مؤاخذه نمی کند، چون که نهی نکرده بود، الله تعالی باز نداشته بود، لذا اون زمان مؤاخذه نیست. اما بعد از اینکه نهی کردند که نکنند این کار را، بعد از اون دیگه مؤاخذه هست، بعد از اون درست نیست. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. منظور اینه که خداوند گمراه نمی کند قومی را بعد از اینکه اونها را راهنمایی کرده، یعنی قبل از نهی، قبل از اینکه خداوند اونها را باز بدارد، حتی یبین لهم ما یتقون، حتی که برای اونها اون چیزی که باید بپرهیزند، از اون چیزی که باید اجتناب کنند، الله اول اونها را چی می کند؟ اول نهی می کند. اون چیزی که باید پرهیز بشه، از او دوری بشه، اون بیان می فرماید. بعدا اگر کسی عمل نکنه، منظور اینه که الان که خدای تعالی من کرده دیگه باید باز بیایید. قبلا نمیدانستید، اگر استغفار می کردید، اگر برای نزدیکان خودتون مغفرت می طلبید، اما الان خدا من کرد. اگر قبلا برای شما مؤاخذه نبوده، به دلیل اینکه شما نمیدونستید، نهی الهی نبوده. نهی همینه که اینجا آمد، ان الله بكل شیء علیم، همانا خداوند عزوجل بر هر چیزی دانا هست، آگاه هست. ان الله له ملک السماوات والارض، همانا خداوند تصرفات آسمان ها و زمین را دارد، موت و حیات هم به دست او هست، یحیی و یمیت. و حالا شما بعد از اینکه خدا شما را نهی کرده، شما به آن عمل بکنید، چون بغیر از خداوند هیچ حامی و هیچ یاوری ندارید. و ما کان لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. و بعد از این الله عزوجل در رابطه با کسانی که در تبوک تخلف کردند، اما از اونهایی که خودشان را به ستون بستند توبه کردند، اما از اونهایی که با تأخیر توبه کردند، اون 3 نفر، همه را الله تعالی اعلام می فرماید برای اینها پذیرش توبه اونها را. در اینجا این بشارت هست برای مسلمانان و هم مجاهدین تبوک و هم اون مسلمانانی که از تبوک مانده بودند، جا مانده بودند و تخلف کردند، نتوانستند همراهی بکنند. خب الله می فرماید لقد تاب الله علی النبی، همانا خداوند رجوع کرد بر پیامبرش، بر مهاجرین و انصار، الذین تبعوه، اونهایی که او را پیروی کردند، فی ساعت العسره، در وقت شدت، وقت سختی بود. قبلا عرض کردم اسباب سختی را بعد از اون جنگ های حنین و طائف و فتح مکه بود. گرمی، شدت گرمی بود، وقت برداشت خرما بود، مسافت بسیار دور بود، دشمن بسیار قوی بود، همه اسباب سختی بود. من بعد ما کاد یزیغ، و این بیان اون سختی از سختی به اندازه بود که نزدیک بود به انحراف بره قلوب فریق منهم، دل گروهی از آنها، یعنی نزدیک بود که تخلف بکنه. اینجا منظور از انحراف تخلف عن الجهاد است، یمیل الى التخلف عن الجهاد. لذا الله تعالی بر این قشر لطف کرد، بر مهاجرین، بر انصار،
اونها دلشون را تقویت کرد. ثم تاب علیهم، این تکرار برای تاکید از خداوند تعالی بر اونها رجوع کرد. انه بهم رؤوف الرحیم، همانا آن ذات عالی نسبت به این بندگانش بسیار رؤوف است، رأفت دارد، لطف دارد و مهربان است. خب در اینجا ذکر میشه که خداوند بر اینها رجوع کرد و هم علی الثلاثه الذین خلفوا، بر اون 3 نفری که عقب گذاشته شدند، جا مانده شدند، عقب زده شدند، یعنی تخلف کردند. این 3 نفر همونطوری که قبلا عرض کردم، اینها آیه قبلی و آخرون مرجون لامر الله هم درباره این 3 نفر بود. اینها 3 صحابی بودن به نام کعب ابن مالک، مراره ابن ربیع، هلال ابن امیه، که اینها همراهی نکرده بودند، دلیلی دیگه نداشتند، عذر موجهی هم نداشتند. وقتی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم تشریف آوردند، برگشتند، واقعیت را هم گفتند. تنبلی بوده، کوتاهی بوده، و اما آن حضرت صلی الله علیه وسلم اینها را گفتن شما منتظر بمانید. اصل یک روایت مفصلی هست در رابطه با این 3 نفر از زبان یکی از همین 3 نفر، حضرت کعب، که از اینها جوانتر و قویتر بود. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه می فرماید که وقتی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم دستور دادند که ما همه نفیر عام همه بریم به طرف تبوک، میگه که من اراده داشتم، آماده بودم که همراه بشم و چیزی دیگه مانع نبود، من اسبم را هم آماده کرده بودم، ولی وقتی که مسلمانان رفتن گفتم با اونها نمیرم، من بعدا حرکت میکنم، به اسبم اعتماد داشتم، تون میره، خودم را به اونها میرسانم. و بالاخره وقت تا اینکه حرکت که کردم، من حرکت نکردم، گفتم شب حرکت میکنم، فردا حرکت میکنم، پس فردا حرکت میکنم. به همین صورت این لحظه و اون لحظه کردم تا اینکه ماندم. بعد از اینکه آن حضرت صلی الله علیه وسلم تبوک رفتند و برگشتند، همه رفتن پیش آن حضرت و من هم رفتم، بقیه رفتند. خیلی ها از منافقین بودن، بهانه های دروغین آوردند و من هم می توانستم، من به اندازه بلد بودم که یه چیزی خلافی بگم و پیغمبر را قانع بکنم، اما گفتم که نه، من واقعیت را بگم بهتر هست، خلاف نگویم. این ایمانش تقاضا میکرد که واقعیت را بگه. لذا خدمت آن حضرت صلی الله علیه وسلم وقتی آن حضرت پرسیدن که شما چرا همراه نبودی، گفت یا رسول الله عذری نبوده، کوتاهی ما بوده. بقیه که کوتاهیشون را پذیرفتند همون ابتدا رفتند خودشون را به ستونها بستند، اما اینها نه. لذا آن حضرت فرمود شما منتظر باشید که خداوند درباره شما چی میفرماید. ما منتظر ماندیم. بعدا متوجه شدم 2 نفر دیگه، 2 صحابی دیگر که حضرت مراره باشد و حضرت هلال ابن امیه باشد، اینها هم هستند. تا اینکه ما منتظر ماندیم، یه مدتی گذشت و خبری نشد. ما بعدا شنیدیم که گفته شده بود به مسلمانان که با ما قطع رابطه بکنند، با ما صحبت نکنند، سخن نگویند. لذا با ما قطع رابطه کردند، کسی با ما حرف نمیزد. ما میرفتیم، هر جا میرفتیم بر سلام میگفتیم، مردم جواب نمیدادند. بازار میرفتم، پیش مردم میرفتم و هر چی که صحبت میکردم کسی با ما حرف نمیزد. پسرموی داشتم به نام قتاده، یه روزی تو باغش کار میکرد، من از روی دیوار بالا رفتم، وقتی که بر دیوار قرار گرفتم سلام گفتم بهش. وقتی که سلام گفتم او جواب نداد و رویش را برگرداند از من. خیلی بر من سخت شد. گفتم تو را سوگند میدم به خدا، چون ما همیشه با هم بودیم
و از همدیگه، از اسرار همدیگه میدانستیم. تو را سوگند میدم به خدا، مگر تو نمیدونی که من منافق نیستم، من در ایمانم اخلاص دارم؟ تو که میدونی، تو که هر جا با ما همراه هستی. ولی ایشون فقط گفت که الله اعلم، دیگه جوابی نداد. خیلی بر من سخت شد و می رفتم خدمت آن حضرت صلی الله علیه وسلم سلام می گفتم، احساس می کردم پیغمبر زیر لبی جواب میده، ولی به من طور بلند جواب نمیداد که کسی احساس بکنه. خلاصه این مسئله بسیار بر ما سخت شد و حتی خانم های ما که در خانه بودند غذای آماده می کردند، خوراکی آماده می کردند، برای ما می گذاشتند، اما با ما صحبت نمی کردند، با ما هیچ گفتگویی نمی کردند. اونها هم اطاعت می کردند از دستور رسول الله صلی الله علیه وسلم، تا بعد از مدتی به اونها دستور رسید که ما را در خانه ترک بکنند، ما را رها بکنند و بروند. لذا اونها هم آماده شدند. حتی بعضی آمدن پرسیدن که یا رسول الله این ترک کردن موقت هست یا با طلاق و برای همیشه جدایی هست، که اگر چنین دستوری هست هم اقدام بشه. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود نه، بدون طلاق. لذا یکی فقط از این 3 نفر که غالبا هلال بود، سنش بالاتر بود، نیاز به خدمت داشت، خانمش همسرش اجازه گرفت یا رسول الله و یه چیزی میگذارم و بعدا خانه را ترک میکنم، هر وقت میم غذای خوراکی که ضعیف است. آن حضرت به اجازه داد استثناء. خلاصه زنهای خانه هم ما را ترک کردند و روز به روز بر ما سختتر میشد. ما توبه میکردیم، دعا میکردیم، گریه میکردیم، از خدا میخواستیم که ما را ببخشد، تا اینکه سختترین روزی بود که من رفتم بازار، مردم معامله میکردند، داد و ستد میکردند، با هر کسی صحبت کردم، هیچ کسی جواب من را نمیداد. بعداً وقتی که آمدم دیدم کسی درباره من از یک صحابی پرسید. او اشاره کرد که کعب ابن مالک ایشونه که داره میره. اون فرد که من نمی شناختم از روم آمده بود، نامه‌ای با خودش داشت از شاه روم و در اون نامه برای من نامه نوشته بود که ما شنیدیم که صاحب شما و پیامبر شما را ترک کرده و شما را تحویل نمیگیرد، قطع رابطه کرده. ما آمادگی پذیرایی از شما داریم، اگر شما اینجا میایید و ما این آمادگی را داریم به شما پناه بدیم، از شما حمایت بکنیم. این نامه برای من بسیار سخت شد که حالا کار ما به جای رسیده که کفار هم طمع دارند در ما، کفار هم میخواهند که ما به سمت اونها بریم. لذا نامه را پاره کردم و آمدم خانه، زیاد گریه کردم. 50 روز نزدیک بود، 50مین روز بود که من بر پشت بام خانه هم مناجات می کردم، استغفار می خواندم قبل از نماز صبح، تا اینکه آیاتی که این آیه نازل شد، آیات پذیرش توبه و قبولیت توبه، که اونجا آن حضرت صلی الله علیه وسلم در مسجد النبی بودند. وقتی که این آیات خوانده شد، آن حضرت فرمود که به کعب خوشخبری بدهید که خداوند توبهش را قبول کرد. و 2 نفر دیگر که از دوستانم بودند، 2 تا صحابی خواستند خوشخبری بدهند. یکی با اسب حرکت کرد، تند آمد و دیگری اسب نداشت، پیاده آمد. وقتی اون پیاده دید که اسب سوار جلوتر میرسه، او از همونجا از دور فریاد زد که یا کعب ابشر، مژده با تو را که توبهت قبول شد. من میگه که اصلا گویا تازه متولد شدم از بس که این
خبر برای من خوشحال کننده بود. از فرط خوشحالی پیراهنم را، جامه تنم را به عنوان مژدگانی به اون صحابی دادم. لذا الله تعالی در این آیه قبولیت توبه این 3 نفر را بیان فرموده. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، بر آن 3 که خلفوا آنها عقب گذاشته شدند، عقب افتادند. حتی اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، حتی وقتی که تنگ شد بر آنها زمین با اون گشادگیش، با اون وسعتش. و ضاقت عليهم انفسهم، تنگ شد بر آنها انفس آنها، یعنی قلبا، و از کنم که همه چیز برای اونها سخت شد، دلشون گرفت، دلشون تنگ شد. و ظنوا الا ملجأ من الله الا الیه، آنها یقین کردن که هیچ پناهگاهی نیست از خدا، یعنی از خشم خدا، من الله من سخط الله، الا الیه، مگر به سوی پروردگار. بنابراین رجوع کردن به سوی پروردگار. ثم تاب علیهم لیتوبوا، سپس الله عزوجل بر اونها رجوع کرد، یعنی اونها را به سوی توبه هدایت کرد. لیتوبوا، تا که در همه مواقع به خدا برگردند، در مواقع مصیبت، معصیت. ان الله هو التواب الرحیم، همانا خداوند ذاتی هست توبه پذیر و مهربان. لذا توبه این 3 نفر هم قبول شد. بنابراین تمام کسانی که از مسلمانان اشتباه کرده بودند، تخلف کرده بودند، توبه اونها پذیرفته شد. و منافقین خب بهانه آوردند که تکلیف اونها هم مشخص شد. از اینجا به بعد الله عزوجل ترغیب میده به این مسلمانان را به اخلاص، در هر کاری خالص باشند، از خدا بترسند و با نیکان همراه بشوند، با صادقان همراه بشوند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید از خدا پروا داشته باشید، از خدا بترسید. و کونوا مع الصادقین، این نسخه تقواست، با صادقین باشید. صادقین ما چندین جا خواندیم، مصداق صادقین خود صحابه رسول الله هستند، کسانی که هجرت کردند و جهاد کردند در راه الله. فرمود انما المؤمنون الذين جاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون، یعنی قولشان و عملشان با هم مطابقت داره. مثل منافقین فقط شعار نمیدهند، میگویند هجرت هم میکنند، جهاد هم میکنند، در راه خدا مردانه ایستادند. پس صادقین اصلی صحابه هستند، مجاهدین مخلص هستند. نسخه حصول تقوا اینه که با اونها معیت بشه، با اونها همراهی بشه. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول الله. باز هم ترغیب به سوی جهاد هست و برحذر داشتن از تخلف هست، برحذر داشتن از ترک جهاد هست. و الله تعالی همراهی در جهاد را می فرماید که چه اندازه برای انسان اجر داره. انسان اگر تشنه میشه، انسان خسته میشه، گرسنه میشه، انسان هر وادی را میپیماید، هر قدمی که بر میدارد برای انسان اجر نوشته میشه. لذا وقتی که چنین چیزی که همش اجر هست، همش رضایت رب هست، چرا ترک بشه؟ منظور جهاد است. ما كان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب، سزاوار نیست، مناسب نیست برای اهل مدینه و آنهایی که اطراف مدینه هستند از بادیه نشین ها، ان یتخلفوا عن رسول الله، مناسب نیست این که تخلف کنند از رسول الله، یعنی از همراهی با رسول الله، از فرمان رسول الله. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، ولا يرغبوا یعنی نسبت به خودشان رغبت داشته نباشن به جانشون از نفس رسول الله، یعنی رسول الله در مشقته و این میخواد که این در آسایش باشه. به این معنی است ولا يرغبوا بانفسهم،
یعنی تمایل برای نفسهای خودشون که چی؟ که راحت باشن عن نفسه، از نفس رسول الله، که نفس رسول الله راحت نیست، در مشقت است. تفسیر قرطبی نوشته ای لا یرضو لانفسهم بالخفض والدعه، برای انفس خودشان راضی نشوند که جانشون نفسشون در راحت و خوشی باشد و رسول الله فی المشقه، از اون طرف رسول الله در مشقت است. نه، نفس خودشون را بر رسول الله ترجیح ندهند. وقتی که رسول الله سختی میکشه این هم سختی بکشند، او گرسنگی تحمل میکنه این هم تحمل کنند. چرا از جهاد سر باز نزنند، تخلف نکنند، رسول الله را تنها نگذارند؟ ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ، این بسبب این است که به اینها هیچ تشنگی نمیرسد، ولا نصب خستگی نمیرسد، ولا مخمصه گرسنگی نمیرسد در راه الله، ولا یطؤون موطئا، و همچنین زیر پا نمیگذارند محل قدم را که یغیظ الکفار، کفار را به خشم میآورد، ولا ینالون من عدو النیل، و همچنین حاصل نمی کنند از دشمن خودشان هیچ حاصل کردنی. منظور یعنی قتل دشمن را بکشند، اسیر بکنند، غنیمت بگیرند، هیچ اقدامی نمی کنند الا کتب لهم به عمل صالح، مگر نوشته میشه برای اونها در مقابل این عمل صالح نیکی، اجر، پاداش. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، این علت هست چون که خداوند عزوجل ضایع نمی فرماید اجر چنین مخلصینی را. پس هیچ وقتی تخلف نکنند. ولا ينفقون نفقه صغیره، همچنین هر چی که خرج میکنن اجرش را میبینند، هر وادی را، هر مسیر را میپیمایند، اجرش را میبینند. حتی در حدیث آمده که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید اسب اینها آب میخورد، به اندازه اون آب به اینها اجر میرسه، و هر اندازه میدود از این وادی به اون وادی، از این تپه به اون تپه، به همون اندازه که این اسب راه میره به اونها اجر میرسد، تا جایی که فرمود ابوال اسب، ارواس اسب ادرار میکنه، پشگل میاندازه. اینها چون در راه جهاد هستند، اونها هم برای صاحبش باعث چی میشوند؟ اجر میشوند. لذا میفرماید ولا ينفقون نفقه صغیره ولا کبیره، خرج نمیکنن نفقه کوچک نه بزرگ، ولا یقطعون وادیا، نمی پیمایند هیچ وادی را، الا کتب لهم، مگر نوشته میشه برای اونها، اجر نوشته میشه، لیجزیهم الله احسن ما كانوا یعملون، تاکه الله اونها را پاداش بده بهترین اونچه که عمل کردند. اما اینجا وقتی خدا تعالی در رابطه با جهاد تشویق میکند، خب همه تشویق میشوند، همه بروند. الله تعالی میفرماید یک گروهی باید خودشون را برای تحصیل علم حبس کنند، یک گروهی باید خودشون را برای یادگیری علم وقف کنند، اونا حتی به جهاد هم نروند و خودشون را وقف کنند، اینها علم حاصل کنند. و وقتی که مجاهدین بر میگردند، یک تفسیر اینه، وقتی مجاهدین بر میگردند اونها را یاد بدن احکام را، اونها را از خدا بترسانند، از عذاب خدا بیم بدهند. دومین تفسیر این که وقتی اینها به خانه هایشون بر میگردند، پیش قومشان، پیش خویش و تبارشان، آنها را بر اساس اون چی که یاد گرفتند بیم بدهند، بترسانند، از عذاب خدا برحذر بدارند. حفاظت دین و حفاظت علم به وسیله همین گروه میشه، هر دو گروه، هم مجاهدین هم کسانی که در مسیر علم قدم برمیدارند. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، نیست مؤمنان، نیستند مؤمنان تا که بروند همگی، همه نباید بروند. فلولا نفر من کل فرقه منهم، چرا نمی رود گروهی از آنها، از هر گروه یعنی از هر قبیله، طائفتون
از هر قبیله یک طایفه، یک بخشی، لیتفقهوا فی الدین، تا اینکه در دین تفقه حاصل کنند، فهم دین حاصل بکنند، بروند به محضر رسول الله یاد بگیرند. تفقه به معنی فهم دین. ولینذروا قومهم، و بترسانند قومشان را بعد از تکمیل علم، اذا رجعوا الیهم، وقتی که به سوی اونها برگشتند، لعلهم یحذرون، تا که اونها برحذر باشند، اونها بترسند از عذاب خداوند عزوجل دوری کنند. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. حالا چون که تشویق بود، ترغیب بود، اما خدای تعالی فرمود نفیر عام، به این معنی که همه اقشار برن نیست، گروهی باید در صدد علم باشند، به دنبال علم باشند. اما بقیه را الله تعالی می فرماید، مؤمنین را تشویق می فرماید به سمت جهاد. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. این کفاری که با شما هستند، متصلن، نزدیک شما هستند، با اینها بجنگید. یعنی وقتی که معاهدات تمام هستند، صلح و برنامه های معاهده پایان یافتن، با اینها بجنگید و درباره اینها نرمش از خود نشان ندهید. ولیجدوا فیکم غلظه، و یقین داشته باشید که خداوند با شماست. واعلموا ان الله مع المتقین، کسانی که از شرک، از کفر، از معاصی پرهیز میکنن، خدا با اونهاست. و خدای تعالی اینجا بعد از دستور جهاد سرزنش میفرماید منافقین را. منافقین قبلا ما خواندیم که هرگاه سوره نازل میشد، آیه نازل میشد، تمسخر میکردند. لذا میگفتند که این آیه ایمان کی را اضافه کرد، یقین کی را بیشتر کرد. مسخره میکردن، در حالی که اونایی که مؤمن واقعی بودن، مخلص بودن، حقیقتا ایمان اونها فزونی میافت، بیشتر میشد. و اذا ما انزل سوره، هرگاه سوره نازل میشد، فمنهم من یقول، بعضی از آنها میگفتند، یعنی منافقین، ایکم زادته هذه ایمان، کدام یک از شما افزود این سوره در ایمان او، در ایمانش افزود. فاما الذین آمنوا، الله می فرماید اما کسانی که ایمان آوردند، مؤمن واقعی سوره آیه ایمانش را می افزاید. فزادتهم ایمانا و هم یستبشرون، می افزاید در اونها از نظر ایمان و آنها شادند، خوشحالند. و اما الذین فی قلوبهم مرض، اما آنهایی که در دلهایشان مرض است، مرض نفاق است، فزادتهم رجسا الی رجسهم، می افزاید سوره جدید، آیه جدید، رجسا الی رجسهم، یعنی به اون کفر گذشتهشان کفر دیگری، به نفاق گذشتهشان نفاق دیگری. اصل رجس نجاست را میگن، شرک را میگن، به شرک گذشتهشان شرک دیگری. و ماتوا و هم کافرون، اینها میمیرن در حالی که با کفر میمیرن. یعنی این ازدیاد کفر سبب میشه که از نعمت ایمان محروم بمانند. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين. اینجا خداوند عزوجل تذکری میده به منافقین که این تذکر در واقع بیان یکی از واقعیت هاست، واقعیت هایی که اونها در زندگی خودشون مشاهده میکنند. اون اینه که هر سال برای اونها مصیبتی میاد، هر سال به مشکلی گرفتار می شوند، به دردی، به رنجی، به مصیبتی. خب این مصیبت، این مشکل در واقع از سوی خداوند آمده که به خدا برگردند. انسان چون اصل فطرت انسان اینه که وقتی که مصیبت بیاد، مشکل بیاد، به سمت خدا میره، به سمت خدا رجوع میکنه. اما بعضی ها اینقدر تمرد و سرکشی
کفر دارند که به وقت مشکل هم به یاد خدا نمی افتند، به وقت مصیبت هم به سمت خدا هم نمی روند. الله عزوجل به همین دلیل اینجا به اهل نفاق سرزنش می کند، اونها را مورد عتاب قرار میده. اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرة او مرتين، آیا اینها نمی بینند که به فتنه و به امتحان و آزمایش گرفتار می شوند هر سال یک بار یا دو بار؟ پس بعضی از این امتحانات الهی برای انسانها تذکر هستند، در واقع تذکری برای توبه، برای بازگشت به سوی خدای تعالی. برای ما مسلمان ها هم وقتی که مسئله پیش میاد، اتفاقی پیش میاد، حادثه پیش میاد، این هم خالی از حکمت نیست. این هم قطعا برای این است که به سمت خدا برگردیم، توبه صادقانه بکنیم. از این آیه معلوم میشه که بسیاری از مشکلات برای این هست که ما را به خدا نزدیک بکنه. خیلی از مردم هم در زندگی وقتی که با مشکلی مواجه میشوند، اتفاقی برای اونها پیش میآید، اونها به خدا برمیگردند. لذا الله می فرماید اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرة او مرتين، آیا نمی بینند که آنها به فتنه و به امتحان واقع می شوند هر سال یک بار یا دو بار؟ ثم لا یتوبون، باز هم این حادثه، این اتفاق باعث توبه اونها نمیشه، باعث بازگشت اونها نمیشه. ولا هم یذکرون، و آنها پند نمیگیرند، تذکر نمیگیرند. و وقتی که سوره خداوند عزوجل همیش از نفاق منافقین، از امراض اونها بیان میفرماید، هرگاه که سوره نازل میشه به هم دیگه نگاه میکنن، وقتی که بالخصوص احساس بکنن درباره اونهاست و درباره اشکالات اونها سعی میکنن در برند. و اذا ما انزل سوره نظر بعضهم الى بعض، هرگاه که سوره نازل میشه بعضی به بعضی نگاه میکنند، هل یراکم من احد، آیا کسی شما را میبینه؟ ثم انصرفوا، بعدن منصرف میشن، یعنی در میرن، فرار میکنند، نمیخوان بیشتر بمانند، تاب نمی آورند. الله میفرماید صرف الله قلوبهم، خدا برگردانده دلهای اونها را. از چی؟ از ایمان. بانهم قوم لا یفقهون، این دلیل هست، به دلیل اینکه به سبب اینکه اینا قومی هستند که فهم ندارند، درک ندارند، نمیفهمند. اما در پایان الله عزوجل ترغیب میده همه را به اتباع پیامبر، به پیروی پیامبر، پیروی کردن از پیامبر در همه امور، بالخصوص این سوره که موضوعش جهاد است، پیروی کردن از پیامبر در امر جهاد، یعنی مثل منافقین تخلف نکنند. لقد جاءکم رسول من انفسکم، همانا برای شما آمده پیامبری که از جنس خود شما است، بشره، اما چنان پیامبری که دارای اخلاق کریمانه بلند هست. عزیز علیه ما عنتم، بر او سنگین است، اینجا عزیز به معنی گران، سنگین، بر او سنگین است، سخت است. ما عنتم، هر چیزی که شما را در مشقت بیندازه، هر چیزی که شما را اذیت بکنه، یعنی عذاب برای شما، و یا اینکه ایمان نیاورید در آخرت گرفتار بشید، این برای این پیامبر مهربان بسیار سخت میشه. حریص علیکم، بر هدایت شما حریص است، بر ایمان آوردن شما حریص است. یعنی ای انسان ها، ای مشرکین، ای منافقین، برای همه شما، اما بالخصوص نسبت به مؤمنین، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نسبت به مؤمنین هم رأفت دارد و هم بسیار مهربان است. لذا چنین پیامبر دلسوزی دارید، چنین پیامبر با اخلاقی دارید، می طلبد که از این پیامبر اتباع کنید، پیروی کنید، خلاف فرمانش عمل نکنید. و بعدا الله تعالی می فرماید اگر باز هم سر باز زدند از اتباع شما ای پیامبر من، فان تولوا فقل حسبی الله، اگر آنها سر باز زدند، اعراض کردند،
شما به آنها بگو حسبی الله، شما اگر با من همراهی نمی کنید خدا مرا کفایت میکنه، خدا کافی هست. اون خدایی که لا اله الا هو، هیچ معبود بجز او نیست، علیه توکلت، فقط و فقط بر او من توکل کردم، و هو رب العرش العظیم، اون خدایی که اون خدا رب العرش العظیم هست، مالک عرش عظیم. وقتی که مالک عرش عظیم هست بقیه اشیاء جای خود دارند. عرش عظیم که تمام مخلوقات دیگر مثل این کائناتی که ما میبینیم، آسمان ها، زمین، همه اینها در مقابل اون عرش عظیم هیچ هست، بسیار کوچک است. پس او وقتی که مالک اونجاست بقیه جای خود دارند، بقیه اشیاء به طریق اولا در تصرف و اختیار او هستند. این سوره مبارکه توبه بود که در آخرش با سرزنش بر منافقین و همچنین دستور تبعیت اتباع آن حضرت صلی الله علیه و سلم سوره پایان یافت.